سلام بچه، خوش اومدید به این ویدیو. امروز قراره این چیز قلم سه‌بعدی بهتون آنباکس کنیم. بریم که شروع. از اینجا پاره می‌کنیم. این از این قلم سه‌بعدی بازش کنیم. اگه تا اینجا ویدیو دید لایک کنید. که شروع باز کردن خودش بازش کنیم. ببینید باشه، ممنون تا اینجا ویدیو دیدید و لایک و سابسکرایب نره. تا ویدیو بعد، خداحافظ بچه‌ها. ببخشید ما الان اومدیم اینو بهتون میگیم. اینم باز کنیم. اینم قلمشه، این پایه قلمه، این چند تا رنگه. مثلا چیزی که میذاریم بالا داغ میشه. بعدش این سیم شارژرشه. بعدش اینم دفترچشه. که جای خود جواش بریم که اینم باز کنیم. باز میشه. خوبه. خیلی خوبه. مثلا اینجا میزه اینطوری کار میکنید باش. باحاله. باشه، ممنون که تا اینجا ویدیو دید و لایک و سابسکرایب نره. تا ویدیو بعد، خداحافظ.